شد رونا شد. تمام، هرچی خواهید میکنم او رو سردید. این طور باشد امضا کن. چرا امضا میکنی پسرم؟ من مرا کشند. به این هم پس از امضای آن من به تو میمیرم. زودتر امضا کن. اول مادرم را رها کنید. او را رها کردن آسان است، اما دستگیر کردن مشکل می شود. برای همین اول امضا کن. این کار تا همین جاست دکتر. برید. پسرم رو رها کنید. او رو سردید. او دست نرسونید. من را کشید اما او رو رها باید کنید. مادرم را رها میکردی، با گفت نایستادی. پسرم رو سردید. سردید دست مرا کش، اما با او دست نرسان. تمام گیر ابلا. سردید. سردید پسرم را. سردید پسرم را. سردید را. خاله جان این رو داره. زیلم تو چیکار کردی؟ باید بجد نگاه کن آخه. نمیبینی مگر؟ مرا ببخش قیزبان، ندیدم، خطا کردم. خیر هیچ گپ نه قیزبان. بازگویا آمده کار میکرده باشد. همیشه کار جنگ اندازی است. توبه استغفرالله. این ادره از من دور باش. باز در اینجای مبارک موهایت را خواست نکنم. خیلی خواست نکنی. چرا جنجال میکنی؟ سردید مرا. کنی از پسی کارتان شدید. زودتر خورد نیست کن. دخترم اینش هم تمام شد. تو شیشه ها را تازه کن. به این هم کاری دیگری نمانده است. مالش حاضر میکنم. با کجا میروی همشیره؟ به تو حسابات نمیدهم. اگر لازم باید حسابات میدهی. استا باتن کماندان. استا وقتی کاری همشیره به آخر رسید من او را جواب دادم. آنها را نیافتیم. در هیچ جای نیستند. دهی آنهاست که میداند در کجا پنهان شدند. من راهی برآوردن آنها را میدانم. من رویم را پوشانده می‌درایم. دیگر چاره‌ای نداریم. زیلم میخواهد حجت‌ها را گیرد. اگر تو رو شناسند چی؟ اگر یگان کار کنند؟ نمیشناسند. خودت را احتیاط کن. تو هم خودت را احتیاط خاطر نشو.
تو در اینجا چی کار میکنی زیلن؟ آخر باید شیشه ها رو پاک میکردی. این کتاب ها رو چی کار میکنی؟ میدونم شیشه ها رو تازه میکنم. گفتم شاید در اینجا هم یگان کاری باشد. ایستا تو کیستی؟ زبانت را فرو برده ای؟ هنی روی ادراک شو. دویدیم بافید، دویدیم زودتر. خلا شما زیلن رو ندیدید؟ من خدا ندیدم، لیکن دخترها در مسجد جمع شدند. شاید در آنجا باشند. یک رفته بین. تشکر خلا جان. سلامت باش دخترم. دستتون درد رو نبیند. خیلی تازه شد. حالا دختری من دسترخوان را آماده کرده است. بیایید میرویم. خدا دهمان را از دست این سلاحداران نجات دهد. زودتر دختر را به دهمان برگرداند. آمین. اپا از من نرنجید. من به جایی که او میرود نمیروم. و شما آش شود. به خدا خوب شد که رفت. نباشد من نمی آمدم. حالا دختری خاله خیلی خوروک با لذت ماده کرده است. خیلی با لذت میخوریم. قزبان نکن ای بس دخترم. بیایید رفتیم. ها زیلان چرا انتظاری؟ شما روید، من خانه رو خبر گرفته می آیم. مایلش عکسی کار رو بین. اینش باز چیست؟ ما رو با کجا میبرید؟ با ورقت امضا کردم آخر. باز چی رو انتظارید؟ مادرم را رها کنید. جزای امضای کرده‌ات را میدانی؟ از همه کمش از 10 تا 15 سال است. اما با تو تکلیفی بهتری دارم. از اینجا رو. هر چی داشته باشی گرفته رو. معلوم می شود که مقصد شما همین بوده است. میخواهید که من از اینجا روم؟ چرا شما این را میخواهید؟ چون که این برای هر دو طرف هم خوب است. اما این کارا کردن نمیتوانید. مرا از اینجا فرستادن نمیتوانید.
برای شما از همه راه آسونش مرا از اینجا پیش کردن است، اما من با جان خودم از اینجایم. من به دولتم پابند هستم. خودتون میدونید که اگر ما برایم سرمون را از دست میدیم و ناموسمون را نه، من به وطنم خیانت نمیکنم. بهترش میمیرم و خیانت نمیکنم. هرگز خیانت نمیکنم. تا آمدنی چتین در درون محکم کنید. چتین آماده کارش را به آخر رساند. برای من خوراک بیارید. خوب شده است. یابوس زیلان همین جایی. زیلان همشیره زیلان در آکو شو. زیلان در آکو شو. خواهش میکنم. سرده تو با من بیا. آرام شو همشیره. این چه احوال است؟ کنی راگرد ما رو من از یلمز میبری. تا او رو با همسرش امروز در میدان نآویزیم دلم آرام نمیگیرد. سرده میگویم. معلوم شد که پدر بابای ابراهیم خوزی چنکلی بود است. او را اون وقت آدمانمان نکشتند. وقتی که کار را از ریشش حل کردن ممکن بود نکردند. اکنون ما سرگردانیم. انا در آخر یافتم. سرده مرا سرده میگویم. سرده در کجا بودنش آنها نمیدونم میگویم. چرا دختر رو محکم کردی و سرت بلا میخری؟ در آکوش راید.
شاید میگویم مرا از اینجا رها کنید. آن موشها نبراین دلم آرام نمیگیرد. اکنون رفته در مسجد ده اعلان میکنم اگر یولمز در ده باشد میبراید و باز یک بلا هست آن هم منم. فراموش نکن. رفته. هیچ فکر نمیکردم که اینجا اینقدر خنک میشود. راست میگویی، من هم خنک خوردم. شد این فرصت است. فرصت بیا. کجا؟ مادرم را باید گیرم. حالا نمیشود. او را در اینجا ماندن نمیتوانم. اگر برگردی شاید دستگیر شوی. حالا مجبوریم. باز آمده مادرت رو هم نجات میدهیم. بیا رفتیم. بیا. بیا بایستا. برابر شو. سلاح را دار. نشان گیر. خم شو. برابر شو. گوش میکنم جناب. این آدمی ما خیلی یک رب برآمد. احوال تو چگونه است؟ کی آمده میتوانی؟ برای تشکیل کارمندان دینی بعضی از مردم دیه را به قرارگاه همان آوردیم. درس ها را شروع کردیم. بعد نیستند. خب باید یوز به رخصتی میرفت. چی شد؟ بسیار دراز نکنید. چیپتهاش را گیرید رود. میل جناب، خواطر نشوید. امروز یا فردا این کار حل میشود. این طور نه. رستم کنداق رو در کتفت خوب جایگیر کن. شخصی که چیپتهاش را آماده میکند یافتم. یک سرباز دیوانه یوز را میکشد. سرباز دیگر این دیوانه را میکشد. دوام ده. رستم کماندان ها تو دوام ده. تو آماده شود. برابر شو. سلاح را دارد. نشان گیر. آتش. زیلند حجت را با من ده. با من ده. گفتم حجت را با من ده. کدام حجت؟ تو چی ها میگویی؟ کدام حجت بودنش را خوب میدانی. با من دقت دشمنی تشکیلات یولمزی خواهین اکنون از جای پنهان شده برا. جلو در دستمان است. دانسته باش یولمز. اگر نه برای او را دیگر نمیبینی مرا شنیدی یولمز. وقتی ما خیلی کم است. خیلی کم است. دیلا پلیدی بشرف. ها کسی جای یولمز را میداند مرا از قهوه خانه ده یابد. دیلا را با دست آن دیوانا نمیدیم. رفتیم.
مرحمت قماندان، برای شما مسکو پنیر آوردم، به خدا تازه است. خدا از تو راضی باشد احمد. چرا زحمت کشیدی؟ چه خیلی زحمت؟ با این وضع کارهای شما این چیزی نیست. استغفرالله. گوش کن. این رو با یک شرط میگیرم. پولش رو میگیری؟ نباشد نمیگیرم. ما تنها کاری با دشمنان بوده رو میکنیم و آشمان رو هم میگیریم. خدا از آدمان مثل شما راضی باشد. سلامت باشی. گیر این رو. قماندان، از برای خدا من هدیه آوردم. شو تجب نه احمد. این از من به تو. کنی گیر. نه به خدا نمیگیرم. نه نمیشه. لازم نیست. نمیگیرم. احمد این طرز نکن. لازم نیست. نمیگیرم. بگیر و خیرین رو. به خدا. احمد نمیگیرم قماندان. بگیر. اگر نمیپراندم شما رو میکش قماندان. باید نمیپراندی. بگذار میکشت. این باید کاری آنها باشد. سرباز با من 3 نفری بوارینوک لازم. آنها با من میروند. خوب شد از قماندان. با تو یک مکتوب میدهم به دهه آبی کلام به الدو میرسونی. الدو رو میشناسم. میرسونم. مرا خوب گوش کنید. اگر آن 3 گریزه را در 1 ساعت یافته نآورید، من همتان را از دم تیغ میگذرانم. از همشیره‌تان سر کرده تا کودک گهواره‌تان نیست بکنم. شما دیوانه نشده اید. چرا نمیفهمید؟ کسی در کجا بودنی آنها را نمیداند. مردم را عذاب ندهید. یک را نمیفهمید. نمیبینید او را میزدم. نمیدانی سر دهید. خبر ندارید؟ من به شما میآموزم. من به شما نشان میدهم. بطن اسم بطن در اینجا چی دفاست؟ با شخصی که هدش رو نمیداند آموزانیدم. به من نگر. به من گوش کن. کنی گذار. تو مگر از قوای مردم بیخبری؟ سلاحی در دستت بوده را نگاه نکرده در 2 دقیقه تو را میکشند. عقلت را کار فرما. کنی پراکنده شوید. هم از پی کارش کنی روید با خونه حالتون روید. حالا هم ایستاده. کنی زود روید. برزن حجت رو به دست آوردم. خیریت. اما یک مشکلی هست. یلماز همش رو میدوند. مایلاش من زود حجت رو برده حقیقی بودن یا نبودنش رو میسنجم. بعد از اینجا میروی. من چیکار میکنم؟ مرا انتظار شو. پسرت یک راهبر آمد. با تو کمی دیگر کار داریم. گریخته سردارم. دکتر گریخته است. چی خیلی گریخته است؟ ابله چطور رو به نظارت موندید؟ همه جا نکابید. خوب شده سردارم. بیهوده خرسند نشو. پسرت برمیگردد. مادامی که جان مادرش در دست ماست حتما برمیگردد. آخر فرزندی وفادار است. الو؟ چی؟ این چطور میشه ابله؟ متاسفانه سردارم. در لحظه آخر یک شخص فهمید. اما من او را کشتم.
مایل شش نباشد در پشتمان دلیل نماند. خیر از من خبر رو انتظار شو. خوب شده است. بی وجدان ها چی طور این کارا میکنند؟ یلمز چی کار میکنیم؟ برفین تو در همین جا میستی. من رفته امکی حامد را میابم. دیلا را در دست آن نامرد نمیگذارم. یلمز تو را تنها نمیمونم. من هم با تو میروم. نمیشود برفین. این دفعه مرا گوش کن. به هیچ کجا نبرو. مادرم را آنها در اینجا نگاه می‌دارند. اگر از پشت رویم در پیش دو نوبتدار است. فهمو؟ گروه از پیش رفتن نوبتداران را برطرف کند. خاموشانه این کارو کرده میتوانیم. مایلش روی پوش را پوشید. آماده شوید. بیهوده سلفه نکن. پسری دخترت برای تو کار کرده نمیتواند. آمدن پسرت را به صبرانه انتظارم. در پیش او تو را چنان عذاب میدهم کنی بینیم حالا هم یک روی میکرده باشد. بیا با تو یک بازی میکنیم. اگر این شیشه افتد تو را میکشم. زودتر دوشید. بیایید. بازی به آخر رسید. پسرت آمد. استاد آتش را بس کنید. اگر یگون حرکتی ناجا کنه زن را میکشم. مادرم را سرده وگرنه از اینجا زنده نمیبرایی. در اینجا سردار منم. حکم را من میبرارم. اگر زنده ماندنی مادرت را خواهی سلاحت را پرتافته تسلیم شو. دیگر چاره‌ای ندارم. مایلش تسلیم میشوم.
سلاحت را پس دار. سلاحت را پرتاب. یگون حرکتی ناجا نکن. ترانه گروه ضد ترور 21 3 21 میخواهم یک خبری رسانم. من تو ضرر میرسونم. گفتا چون ترسیدم که پسرم. نترسید مادر جان، همش گذشت. نترسید مادر جان. خدا از شما راضی باشد. به خاطر ما حیاتتان را در خطر گذاشته. بیایید زودتر از اینجا دور شویم. شما رو با جای بی خطر میرسونم. اون طرفش مهم نیست. میلش. پسرم بده حسیلخ دارن در آمدن. همه جا را گرفتند. یلماس و برفین در یک جا پنهان شدند. دیلو را به نقطه تیپی بردند. کی؟ این منم یلماز. ینگه گلی اما که حامد در کجایند؟ در درون است. هممون ترسیده نشسته ایم. چیکار کردنشون معلوم نیست. نپرسید، دیلا را اسیر گرفتند. من هم برای همین آمدم. نه خدا زودتر جان اونها رو گیرد و ما از این آمین خلاص شویم. امید نترس. های یلماز چی شد پسرم؟ خبرهای بعد که حامد با تن دیلا را اسیر گرفته است. تو چی ها میگویی پسرم؟ اگر تسلیم نشویم آن به ناموس دیلا را میکشد. یا خدایا دیگر چاره ای نداریم پسرم. میبراییم از دستمون چکاری آید میکنیم. ملش رفتیم امک. رفتیم. خدایا التجا میکنم به من کمک کن. من رو در دست این ظالم نگذار. یک ساعت تمام می شود همشیره. اکنون وقت جدایی رسید. میگویم که پیش از مردنت کمی وقتمون رو خوب گذرانیم. نزدیک نشو.
حقم نتوانست اما من میتوانم. با من نزدیک نشو. از خدا بترس. ایستا اینجا بیا. سرده. اینجا بیا بگویم. سرده. بوتان با خود بیا بوتان. تو چیکار میکنی؟ من با تو چی گفته بودم؟ کنی برا چرا به من کاردار میشوی؟ من برادری پیشوا هستم. حدی خودت را دان. بس بودگیست نابکار. اگر اکر نمیشد که تو را آدم میشماری بناموس، برای استراحت خودت تشکیلات را برباد میدهی. احمق نابکار، سگی دری من با تو کی بودنی قماندان را نشان میدهم. میفهمی؟ دیلو یلماز دیلو خوب هستی؟ تیزتر رفتیم از اینجا. زودتر من رفتیم. شما رو میکوبم. آقای دکتر با یک چوپان به ما خبر فرستاده است. او میگوید که مرا در خانه خاله امینه انتظار شوید. تو مراد رو بیار. ما برفیل و عمر رو گرفته میاییم. روید زودتر. مایلش زودتر روید. سینام باتن بس کنید. سینام چی کار میکنه؟ اگر مردم بینن چی میگویم؟ چرا این دختر را همیشه محافظت میکنی؟ تو چرا یلدوز را محافظت میکنی ابله؟ من هم برای همین اکنون قماندان اینجا منم. از این پس به اجازتی من یگان کار کنی روزت سیاه می شود. فهما؟ شدابر آنها را از دست دادی ابلهی نابکار. سردار مرا ببخشید. آخر هجومی مسلحانه کردند. الو، یعنی یوز کماندان است؟ مایلش تشکر. با یوز کماندان همکاری کردند. یکی از آدمان هجوم کرده او بوده است. او را هم کشته نتوانستی. او به سرمان بلا شد. زود به تشکیلات خبر ده. موقعشان را معلوم کن. باید آنها را زودتر یابیم. رئیس می آید. سینان باتن به شما خبری خوش دارم. همه گریزه ها در یک جا جمع شدند. در کفی دستمان. در کجایند؟ همان یک دختری شما بود کو؟ رقیه در خانه مادری او. من آنجا را میدانم. الو، باتان کماندان، میخواهم زود به حرکت درآیید. یوز کماندان دختر و مادرش را گریزاند. حالا از وادی ماران راست به طرف آبی کلان میروند. مایلش زود به راه میبراییم. چه شده است؟ یوز کماندان را به دام میافتانیم. موقعشان را یافتم. بیا زود به راه براییم. تو با گریزهای در اینجا بوده مشغول شو. هیچ نباشد خانه را میدانی. مایلش کنی بینیم ایتین. دختر هم به آنجا می آید. او را هم انتظار شو. من همشان جمع شوند. مایلش باتم. سینان، هوا تاریک می شود. بیا رفتیم. باید پیش از تاریک شدن رسیم. این
دفعه از دستمون نمیگریزد. کجا شدی؟ از برای خدا. از او رسیدم. با تو خبری بده دارم. آن حجت ساخته است. چی؟ یعنی چی طور؟ افسوس، لیکن کمی دیگر همینجا میمونی. یولماز چی میشود؟ از کاری من خبردار است. از کجا دونم؟ اینش رو خودت فکر کن. شما میتوانید روید. راهی ما هم کم ماند. برای همه‌اش تشکر. تو را به حالت نمیگذارند. چیکار کردنی؟ تا جا به جا کردنی کارها باید پنهان شوم. بعد بیگناهیم را اثبات کرده میتوانم. گیر. شاید لازم شود. در زیرش امضای سلیمه است. خدا از تو راضی باشد پسرم. حقت را حلال کن. استغفرالله خاله. این طور نگویید. شما حقتان را حلال کنید. طاهیر، من احوال شما را خبر داده. همراه گروه هم زود به دهه آبی کلان میرویم. تشکر. سینان، دکتر و مادرش را میگرفتیم؟ به این هم آنها به سوی دام میروند. ما کاری خودمان را میکنیم. خاله جان با من اینها کجا شدن؟ باید میرسیدن. نمیدانم. تشکر دخترم. من نمی نوشم دیلو. تشکر. الدو تشکر اپی دیلو. اومدند. خوش آمده طاهر جان. اکا جان. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. مادر جان. سلام. خوش آمدید آقای طاهر. اکا جان. خلاصی. خوب هستی؟ خوب. خوش آمدید. خوب هستی. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. شینید مادر جان. با این چی بزرد بسرم. چای دهید. چای گرم. تشکر. استر نجنبید. استر نجنبید گفتم. سلاحایتان را پارتاید. کدامی از شما یوز؟ منم.
شان از پس خانه روید. آیسته. نجوم سلاحات را پارتو. همه گریزه ها در یک جا جمع شدن. در کفی دست ما. در راه. توهیر چیکار میکنم پسرم؟ در کورسار یک ذات مبارکی است. آنها بر ضد تشکیلات سر برآوردند. مجادله را سر کردند. چطور با آنها باور کرده میتوانیم؟ من کفیلم. حضرت سیدو هم دومولا و هم سید زاده هستند. مایلش دیگر چاره نداریم. صبح رفته با میخوریم. آقای دکتر برای خاله زلال مکتوب آمده است. خاله برای شما مکتوب آمده است. خیزبان داد. آقای دکتر از بلژیم آمده است. بله از بلژیم آمده است. زلال فرزندانتان را گرفته ده را ترک کن. سلیمان کیا چی؟ این سلیمان کیست مادر جان؟ پدرتون پسرم. سیدا دهه آبی کلان بی صاحب ماند. حالا سلاحداران در آن جایند. چنانی که میدانی آبی کلان را اشغال کردند. مردمی دیندار دیه در زیر ظلمی ناکسانی بی ایمان ماندند. شما باید مردمی آبی کلان را از دست این ناکسانی بی ایمان نجات دهید. با این راه حاکمی نویده شما می شوید. خوب شده است. حضرت سیدو همینجاست. میخواهیم با حضرت بخوریم. خوش باشید. خوش آمدید. مرحبا. خوش باشید. مرحمت در اینجا انتظار شوید. مهمون دارن. دیرتر شما را میبرم.
رنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. سر دفتری زندگی دل پا مهاده یار در لبی بام قرصنگ میزنه سویش که نگاه کنم چشمنگ میزنه از این برنها تا بانجا که هست عاشقانه قسمتی تلخم خدا ترکی پسم خدا ای من مست جمالی تو بخبری انا ناکرده نگاه مثل شمالی من تو را بر من رسانه بیمارن هر دوی ما جاریده روشی تو میمیرم روشی ای ماننده که مایی تاگی دریا شبمه انا هر لحظه تو را بینم پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.